بفرمایید، اینم یه بستنی مادر و دختری. ممنونم. راستی مامان، جونم. تو مدرسه یه دختر هست که هیچکی باش دوست نمیشه. چرا؟ البته خیلی دهن و بلش بو میده. تا حالا متوجهش کردی؟ نه. آخه چه جوری؟ خب من یه قصه برات تعریف میکنم، تو هم برو مثل جغد دانا دوستتو متوجه این قضیه کن. باشه. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری یه خفاش کوچولو بود که هیچ کس باهاش دوست نبود و همیشه تنها بود. یه شب که خفاش کوچولو داشت توی آسمون پرواز میکرد، توی دلش گفت خیلی دلم میخواد که چند تا دوست تازه پیدا کنم. اون رفت و درد دلش رو برای یه جغد که روی شاخه درختی نشسته بود تعریف کرد. میدونی مشکل من اینه که هر وقت برای دوست شدن به کسی نزدیک میشم اون جیغ میکشه و از پیش من فرار میکنه. جغد که خیلی دانا بود گفت میفهمم که چی میگی. بعضیا خیلی سخت با دیگران دوست میشن. تو خودت فکر میکنی علتش چیه؟ خفاش کمی فکر کرد و گفت نمیدونم. هر وقت بهشون نزدیک میشم و سلام میکنم و دستم و جلو میبرم که باهاشون دست بدم دماغشون رو میگیرن و فرار میکنن. جغد دانا نگاهی به خفاش کرد و گفت دوست خوبم، من یه پیشنهادی دارم. چطوره یه مهمونی بدید؟ البته قبل پخش کردن دعوتنامه باید یه کاری کنی که همه دعوتتو قبول کنن. خفاش که کنجکاو شده بود با هیجان پرسید چه کار؟ زودتر بگو. جغد گفت فقط کافیه به همون بری و دندوناتو مسواک بزنی. یادت باشه این کارا رو هر روز انجام بدی تا دوستات برات باقی بمونن. اینطوری امکان اینکه دعوتتو قبول کننم خیلی بیشتره. خفاش کوچولو با خوشحالی گفت تو چه جغد دانایی هستی. متشکرم. بعدم پرواز کرد و به طرف خونش رفت. روز بعد همه همسایه ها برای خوردن عصرونه به خونه خفاش کوچولو رفتن. اما همگی حسابی غافلگیر شدن. خونه خفاش کوچولو خیلی مرتب و تمیز و خوشبو بود و اون با پیشبند چیندار خالخالیش شروع کرد به پذیرایی از دوستان تازه‌اش، اما به شکل وارونه. چرا؟ چون اون یه خفاش بود. البته که یادش مونده بود برای دوست داناش کیک و شیرینی کنار بذاره و شب براش ببره.